پدرجان، بسیار میخواستم این بهار، این نوروز و این زودروز در آزادی گرد دسترخوان خاکسارانه امان جمع باشیم، اما چه علاج؟ هنوزم سفید و سیاه جای خود را نگرفتند و ما در راه انتظاری های بی پایان عمر قیمت و بی بازگشت خود را صرف نموده ایستاده‌ایم. زودروز مبارک پدرجان عزیز. الها به دعا و التجای ما لطف و کرم عطا نمایی و پدر مهربان ما را همیشه صحت و سلامت نگهبان باشه و آزادی را برایش عطا بفرمایی. این اقتباس از پیام تبریکی خیرالله سعیدوف، پسر زی سعیدوف، وزیر سابق صنعت و صاحبکار خوشنام تاجیک است که زودروز 64مش را هم پس پنجره زندان تجلیل کرد. این الکی 8 زودروز زی سعیدوف است که در محبس تجلیل میکند. زید سعیدوف که روز 20 مارس به سن 64 رسید، 19 مای سال 2013 یک ماه بعد اعلان عزمش برای تأسیس یک حزب سیاسی نو با نام تاجیکستان نو بازداشت و در مجموع به 29 سال زندان محکوم کردند. از ابتدا اکثر این حکم را سیاسی و ناعادلانه می‌خواندند و حتی دادرسی که حکم آخرین زید سعیدوف را صادر کرد شرمنده و گناهکارانه گفته بود: زید شیرویچ چه کار کنیم که تقاضای زمانه همین است. در سال 2018 سازمان ملل حکم زندان زید سعیدوف را غیر قانونی نامید و از حکومت تاجیکستان خواست که او را آزاد کرده برای سالهای زندانیش حتی به او جبران پرداخت کنند، ولی قرار سازمان ملل را هم در دوشنبه کسی به نوبت نگرفت. بسیاری ها امیدوار بودند که زید سعیدوف را اقلا در چارچوب قانون عفو سال گذشته به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان آزاد میکنند، ولی این قانون عفو صدها دزد و راهزن و منصبداران پورخور رو فرا گرفت و این صاحبکار صاحب نام را نه. به قول پسرش خیرالله سعیدوف هنوز هم سفید و سیاه جای خود را نگرفتند. زید سعیدوف 20 مارس سال 1958 در دهه شادمانی نویای کمسمال‌آباد حالا نورآباد به دنیا آمده است. سال 1983 رشته اقتصادی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. او سال 1984-1983 سرمهندس کارخانه ریتوال دوشنبه، سالهای 1987-1988 سردار بخش قنادی کارخانه کلچه‌پزی و قنادی پایتخت، سپس تا سال 1991 سردار کارگاه کارکرد سنگ‌های مرمر شرکت پرونستروی متریالی و سالهای 1991-1992 رهبر کارخانه لعل بود. وقتی نیروهای فرانت خلقی در پایان سال 1992 وارد دوشنبه شدند، منزل زید سعیدوف را در کوچه قراتگین آتش زدند و او به مسکو فرار کرد. زید سعیدوف در سالهای مهاجرت به یکی از صاحبکاران موفق تاجیک تبدیل یافت و در مذاکرات صلح بین دولت و مخالفین نیز شرکت کرد. سال 1998 بر اساس سهمیه سیفایزه مخالفین رئیس کمیته صنعت تاجیکستان تعیین شد. زید سعیدوف از سال 2020 تا 2006 وزیر صنعت تاجیکستان بود و بعد رفتنش از این مقام شرکت تاج ساختمان را تشکیل داد. چندین بنای محتشم در پایتخت تاجیکستان از جمله دوشنبه پلازا که با 22 قبتش بلندترین بنا در شهر دوشنبه دانسته می شود، مکتب رقم 8، مهمانخانه گلستان تور و دفتر مرکزی شرکت تسل را شرکت‌های ساختمانی مربوط به خانواده زید سعیدوف ساختند. زید سعیدوف ماه مای سال 2013 یک ماه بعد اعلان عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و ابتدا به 28 و در نهایت به 29 سال زندان محکوم شد. خود او بارها بازداشت و حکم زندانیش را سیاسی نامیده به عزمش برای ساختن حزب سیاسی ربط داده است. سازمان‌های حامی حقوق نیز زید سعیدوف را محبوس سیاسی مینامند، اما مقامات تاجیکستان انگیزه‌های سیاسی داشتن حکم او را رد می‌کنند.